بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم نسألك الشهادة في سبيلك والهداية في طريقك. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد و ثنا و صفت میفرستیم به الله سبحانه و تعالی که هم فرصت عمر بر ما و شما داد و فرصت وقت بر ما و شما داد و امکانات بر ما و شما داد و توفیق نصیب کرد که باز هم درسی از درسای عقیده توحید بشینیم و نقاط را یاد بگیریم. خواهرای عزیز، برادرای محترم، امروز ناقص یا شکننده دیگری ایمان که به نام واسطه قرار دادن است و قصد تقرب و توسل، ایره که یکی از نواقض ایمان هست و از نواقض بسیار خطرناک است و متاسفانه با گذشت زمان همین قسمی که قریشی ها مکه در نزدیکشان بود، خانه کعبه را خدمت میکردن و حجر الاسود مقدس قرار میدادن، ولی به اساس اینمی واسطه قرار دادن اینا در شرک مبتلا شدن و اینا به عوض از که در وقت بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم استاده شوند و دفاع از او بکنن و از عقیده اسلامی، در حالی که نواسای پیغمبرها بودن، نواسی ابراهیم علیه السلام بودن، نواسی اسماعیل علیه السلام بودن و همه مردم برشان احترام میکردن، ولی اینا به اساس نمی عقیده واسطه قرار دادن بین خود و بین خالق متعال که بتها و قبرها را چی کردن؟ در بین خود قرار دادن. این سبب شد. سبب چی شد؟ سبب شرک از اینا شد. امروز در جهان اسلام بعد از گذشت 1400 و بیشتر، تقریبا 1500 سال، باز مسلمان ها، بعضی از مسلمان ها که عقیده توحید و قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دور کردن، از قرآن فقط حفظ میکنن و با زیبا خواندن قرآن خوشحال هستند و از رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط با نعتها و توصیفهای پیغمبر اکتفا میکنن، اما عمق عقیده توحید از قرآن و سنت نمیفهمند. متاسفانه بسیاری کسا به عین مرضی که در او وقت مبتلا شده بودند امروز هم مبتلا هستند و شبهات خطرناکی که ایجاد میشه و گروه های زیادی که ایجاد شده و اختلافات زیادی که بین مسلمان ها پیدا شده، سبب از این میشه که بسیاری کسا سخنهای حق قبول نکنند. ولی مکلفیت ما این است که باید برای مردم حق برسانیم. یک روز زنده باشیم، 2 روز زنده باشیم، 1 ساعت وقت داشته باشیم یا نیم ساعت وقت داشته باشیم، باید حق برای مردم برسانیم تا ای که در روز قیامت در جمله شیطانهای اخرس یعنی شیطانهای گنگ حشر نشیم. زیرا بسیاری از علما و دعوتگرها اینا کسایی می باشن مثل شیطان گنگه، به خاطر از که مردم خفه نشن یا کسی مرا بد نگویه و باید با کلگی سازش بکنیم، بسیاری از مسائل اساسی اعتقادی را بیان نمیکنن. دوستای عزیز، وقتی سر از این موضوع تحقیق میکنیم، اول بشناسیم وسیله. وسیله ما و شما میفهمیم که در آیات قرآن آمده هست که وابتغوا الیه الوسیله. الله متعال میگه شما برای الله وسیله بگیریم. پس ما باید
اصطلاحات وسیله، واسطه، توسل، تقرب، یعنی اصطلاحات از دیدگاه اعتقادی دقیق بفهمیم. و ما درباره از این تحقیق کردیم و خدمت شما دوستای عزیزی را تقدیم میکنم، من حیث خدمتگار شما، من حیث کسی که خدمتگار دین الله هست و الله قبول بکنه به بارگاه خود. این اصطلاحات خدمتتان تقدیم میکنم تا بفهمیم کل ما و شما، و اول از خود شروع بکنیم، خود نجات بدیم و بعد از او دوستای خود از اقارب و از دوستا و نزدیکا و همه شروع کرده و بالاخره کلگی را به این حقیقت آگاه بسازیم. ای که باز چی تعداد قبول میکنن و چی تعداد قبول نمیکنن، تعداد مهم نیست، به خاطر ازی که نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد ولی به 100 نفر کسی که دعوت توحید قبول کرده باشه نرسید. 950 سال، سبحان الله. الله سبحانه و تعالی برای این مردم 950 سال پیغمبر فرستاد، 950 سالی پیغمبر دعوت کرد، 950 سال برای زنا فرصت داد، بعد از 950 سال عذاب الله برایشان نازل شد. الله چقدر حلیم هست و صبور هست. دوستای عزیز، اول وسیله، اصطلاح وسیله هست. وسیله دو قسم است، آسانش دو قسم است. یکی وسیله است که تکوینی گفته میشه در اصطلاح عقیده، یعنی چیزی که در کائنات هست. مثلا در عالم هستی وسایل هست که هر سببی که انسان به مقصدش میرسانه، و این وسایل مثلا خوردن، غذا یک وسیله هست، آب یک وسیله هست. پس خوردنی ها و نوشابه ها و اکسیژن اینا وسایل هستند. اینا رو وسایل تکوینی میگن که در عالم هستی هستند. لکن در این وسایل هم متوجه باشین حلال و حرام هست. یعنی یک نفر میتونه خود توسط گوشت خوک شکم خود سیر بکنه، لکن وسیله حلال نیست، سیر میشه. متوجه باشین. بعضی کسا فکر میکنن که اگر با یک کار یک چیز شد پس درست است. نه خیر. بسیاری وقتا انسان توسط گوشت حرام تغذیه میشه، توسط نوشابه حرام تشنگی از رفع میشه، لکن درش اجازه نیست. پس وسایل تکوینی که در عالم هستی هستند وسایل حلال هستند و حرام هستند. دوم قسم وسایل تشریعی هست. وسایل تشریعی چی را میگن؟ این هر وسیله است که انسان به مقصد میرسانه، البته به شرطی که او وسیله از طریق شریعت، یعنی در قرآن و سنت تایید شده باشه. اینال وسایل تشریعی چی هستند؟ وسایل هستند که الله متعال او را برای ما و شما بیان کرده، چی به وحی جلی که رسول الله آیات قرآن هست و چی وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس قرآن برای ما وسیله نجات بیان میکنه. چی هست وسیله نجات؟ سوره والعصر. الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه که والعصر، قسم است به عصر، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان در زیان و نقصان هست. کل انسان ها در زیان و نقصان است، کلگی در زیان و نقصان هستند. استثنایی وجود داره، بله، الا، حرف استثناء است، الا الذين آمنوا، مگر کسی که این 4 وسیله را اختیار بکنه: آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وسیله اول ایمان است. ایمان است که انسان نجات میده. حتی فرزند نوح علیه السلام بچه پیغمبر بود، وقتی ایمان نداشت نجات پیدا نکرد و غرق شد. متوجه هستین؟
پدر ابراهیم علیه السلام که پدر پیغمبر بود ایمان ناورد، هلاک شد. کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم ابولهب ایمان ناورد، هلاک شد. پس وسیله اول چی هست؟ ایمان هست. وسیله دوم و عمل الصالحات، اعمال صالح هست. وسیله سوم و تواصوا بالحق هست که مردم به توحید دعوت بکنی. ما چرا زحمت میکشیم؟ مثلا خودم مثل چپراسی شما ساختیم، خدمتگار شما ساختیم و براتان به هر جای به هر وسیله که باشه درس توحید میرسانیم، به خاطر از اینکه سومی وسیله رو بگیریم، دعوت به حق. دعوت به حق چی هست؟ دعوت به توحید است. اگر این کار نکنیم نجات خود ما پیدا نمیکنیم. پس وقتی من بر شما درس میتم و شما درس مرا گوش میگیریم، من از شما تشکر میکنم. جزاکم الله خیرا. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شما سبب نجات ما میشین و در روز قیامت شهادت میتین که بله این استاد برای ما حق بیان کرد، توحید بیان کرد. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چهارمی وسیله چی است که شما، الله متعال میگه وسیله نجات شما چی هست؟ که صبر بکنین، دعوت بکنین مردم، خودتون صبر بکنین. صبر در اطاعت. در اطاعت چه قسم است؟ خب درس ها را که ما گوش میگیریم خسته میشیم، لکن باید صبر داشته باشیم. بگیم خیر است، سر ما فشار میره، خیر است، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، جهاد میکنیم، کل از اینا چی هستن؟ سختی های خود دارن. این صبر در اطاعت میکنن. صبر در معصیت چی است؟ که بسیار گناه ها زیاد است، انسان کوشش میکنه که به این گناه ها مبتلا نشه. این صبر در معصیت میگن. سوم چی است؟ صبر در مصیبت است. انسان مسلمان هر لحظه در مصیبت ها و امتحانات قرار دارن، لکن در مقابل هر محنت منحه هست. اگر محنه هست منحه هست. چی معنی؟ یعنی هر سختی که الله متعال برای انسان میرسانه در مقابلش گشایش هست و خلاصی هست و نجات هست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو بر ما هیچ مصیبت نمیرسانه مگر او چیزی که الله نگفت علینا، بلکه بر ما. یعنی دمی هم خیر ما هست که الله متعال یک مصیبت رو بر ما میرسانه، در او خیر ما هست که ما نمیفهمیم. اگر دشمنای اسلام بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله نمیکردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم مجبور نمیشد که از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت بکنه، دولت اسلامی و نظام اسلامی چه قسم ساخته میشد؟ خب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه می بود، در حالت ضعف و بیچارگی می بودن، اما وقتی به مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، در اونجا مسلمان ها قوی شدن، لشکر پیدا کردن در مقابل قوت‌های طواغیت عصر، در مقابل فرعون و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابو جهل بود و امیه ابن خلف بود و اینا بودن، در مقابل از اینا ایستاد شدن و فرعون امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هلاک شد. پس 4 وسیله در سوره العصر گفته شده هست. پس بعد از این علمای اسلام چی میگن؟ مثلا قتاده رضی الله عنه یک تابعی هست و از جمله مفسرین قرآن هست. این تابعی مبارک چی میگه؟ میگه وابتغوا الیه الوسیله. معناش چی است؟ ای تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه. وسیله‌ای که شما را نجات میده چی هست؟ تقرب یا نزدیک شدن به الله توسط اطاعت الله هست. پیروی از قرآن، پیروی از سنت، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینال اطاعت الله و رسول این سبب چی میشه؟ این سبب عظیم میشه و عمل به آنچه که الله را راضی میسازه، اینی وسیله هست. اینه قتاده رضی الله تعالی عنه این میگه. مجاهد رحمت الله علیه این هم تابعی هست و از جمله مفسرین قرآن است. یعنی ما و شما در بین صحابه مفسرین قرآن داریم، مثلا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. در بین تابعین مفسرین قرآن داریم که من حیث مفسرین مشهور شدن، قتاده رضی الله عنه و مجاهد. اینال ای چی میگه؟
این میگه که وابتغوا الیه الوسیله القربة الی الله جل و عز. نزدیک شدن به الله هست. علامه ابن جریر طبری در تفسیرش چی میگه؟ واطلب القربة الیه، میگه خود وسیله چی است؟ که خود به الله نزدیک بسازی. با چی؟ بالعمل بما یرضیه، با عمل کردن با آن چیزی که الله را راضی میسازه. الله را چی راضی میسازه؟ آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. امام شافعی رحمت الله علیه میگه که خلاصی قرآن همین سوره هست. اگر الله سبحانه و تعالی از قرآن عظیم شان سوره والعصر نازل میکرد برای هدایت یک انسان مؤمن کافی هست. یعنی اگر انسان سوره والعصر درست بفهمه، برای فهم اسلام بسیار دقیق فهمیده است که ایمان ما میتونه مرا نجات بده، اعمال صالحه میتونه مرا نجات بده، دعوت به توحید و به حق میتونه مرا نجات بده و دعوت به صبر مرا میتونه که نجات بده. علامه حافظ ابن کثیر دمشقی، این هم یک مفسر بزرگ است. تفسیر ابن کثیر بشناسیم ما و شما. اینا چی میگه امام ابن کثیر رحمت الله علیه؟ این میگه که تقرب زمان حاصل میشه که کسی اوامر الله را مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بده. چه خوب یک قاعده میده. یعنی هر عالم وقتی یک جمله را میگه مثل یک میوه با لذت هست که انسان میخوره. یک عالم بر ما میوه مثل انگور میده، عالم دیگه یک میوه دیگه مثل عم میده، عالم دیگه سیب. هر کدامی میوه ها چی داره؟ لذت خاص خود داره. برداشت هر کدام از اینا و الفاظ از اینا همین قدر زیبا و مزه‌دار است. علامه ابن کثیر دمشقی رحمه الله چی میگه؟ میگه تقرب، یعنی شما میخواین به الله نزدیک شوین. ما شما در آیات قرآن الله متعال چی میگه؟ واسجد واقترب، سجده بکن به الله نزدیک میشه. پس سجده عمل خود انسان است. در سجده ما چی میگیم؟ توحید الله را یاد میکنیم. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، و سر خدا به سجده میگذاریم. در این وقتی که سر ما به بارگاه الله به سجده گذاشته شده و زبان ما توحید یاد میکنه و قلب ما به وحدانیت الله سبحانه و تعالی باورمند است، بناهن در این لحظه چی میشه؟ تقرب حاصل میشه. الله متعال میگه سجده بکن و خدا به الله نزدیک بساز. علامه ابن کثیر رحمه الله چی میگه؟ میگه تقرب، نزدیکی به الله چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که یک کس اوامر الله را مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی دو قید است. میخوای به الله نزدیک شوی؟ بله. چی باید بکنم؟ علامه ابن کثیر رحمه الله میگه دو کار بکن. اول اوامر الله را چی کن؟ اوامر الله را انجام بده، لکن به اسلوب خود نه، به روش دیگرانه، به مو اسلوب و امو طریقه و امو روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را انجام داده است. پس وسیله را فهمیدیم. دوم کلمه توسل هست. توسل چی را میگن؟ میگن توسل هم در لغت به معنای وسیله گرفتن هست و در اصطلاح دو قسم است. یکی توسل مشروع هست و یکی توسل غیر مشروع هست. اینا ما و شما وسایل در باب وسیله، وسایل مشروع را خواندیم که چی بود؟ ایمان بود، اعمال صالحه بود، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. اینا وسیله های غیر مشروع چی هست؟ که انسان یک وسیله را از خود اختراع میکنه، بت وسیله قرار میده به الله. این غیر مشروع هست. وسیله غیر مشروع چی بود دیگه؟ به یک قبر میره، او رو وسیله قرار میده. یک جن وسیله قرار میده، کسی درخت وسیله قرار میده. این چیزهایی که اونا میگن بدعت ها رو وسیله قرار میده که چی شوه؟
که نجات پیدا بکنه. پس ما وسایل مشروع داریم و وسایل غیر مشروع داریم که در وسایل غیر مشروع بعضی از وسیله ها سبب شرک است و بعضی وسیله های بدعتی هست. در قرآن و سنت ثابت نیست یک کسی از دل خود کشیده و او رو میخواد که توسط از او به الله خدا نزدیک بسازه، مثل روز 2 و روز 3 و شب جمعگی و 40 و روز معلم و روز مادر و روز مثلا پدر و اینی چیزها هست. این وسایل نیستن که ما را مثلا به الله نزدیک بسازن. اگر احترام مادر میکنیم، اگر بگیم امروز روز مادر است پس فردا روز مادر نیست، اگر بگیم امروز روز معلم است پس فردا روز معلم نیست، در حالی که انسان مسلمان در طول سال 24 ساعت به خدمت والدین خود می باشند. هر روز روز مادر است، هر روز باید خدمت معلمت بکنی و با معلمت احترام بکنی. هر روز روز معلم است، هیچ روزی در طول سال نیست که روز معلم و روز مادر و روز پدر و یعنی حکم الله در احترام به اینا ختم شود. این وسایل چی هست؟ وسایل بدعتی هست که مردم میخواهند که از این طریق خدا به الله نزدیک بسازن که ما احترام مادر را میکنیم یا احترام. نه خیر، احترام مادر و پدر باید اگر 12 بجه شب هم مادرت مریض میشه مکلفیت داری که دم 12 بجه شب او را پیش دکتر ببری. متوجه هستیم؟ اسلام امیر میگه که همیشه دوامدار و روز پیغمبر، شاید یک روز بکشن روز پیغمبر، هر روز روز پیغمبر هست. در هر نماز پیغمبر یاد میکنی که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. در هر آذان 5 وقت یاد میشن اشهد ان محمدا عبده و رسول. و انسان مسلمان که از صبح از خواب میخیزه تا خفتن که به خواب میرن با بیدار شدن از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میکنن و با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میره. پس وقتی که ما 24 ساعت با رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم نیازی نداریم که یک روز خاصی را مثل که دیگرها یک رهبر خود در طول سال فراموش میکنن، باز یک روز به خاطر ازی که بیخی نامش گم نشه روز یادبود میگن، یادبودش میکنن. چرا؟ که اگر امی روز نباشه این رهبرشان بیخی فراموش میشه، پس این روز نامش است و عکسایش است فلان. اما ما مسلمان ها رهبر ما اسوه ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم است همیشه ایر ما به یاد داریم و همیشه به طریقی از او زندگی میکنیم. و کسی که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نکنه امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اصطلاح دومی دوستای عزیز شناسایی توسل هست. توسل چی را میگن؟ توسل هم وسیله هست و این هم دو بخش داره، توسل مشروع هست و توسل نامشروع هست. توسل مشروع چی هست؟ هو التقرب الى الله تعالی بطاعته و عبادته و اتباع انبیائه و رسوله و بكل عمل يحبه الله و یرضاه. این توسل مشروع چی هست؟ که انسان خود به الله نزدیک میسازه با چی؟ با طاعت الله، با عبادت الله، متابعت از پیغمبرای الله و به هر عملی که الله او را دوست داره و از او الله راضی میشه. مثلا توسل مشروع کدام اقسامش است که ما خود توسل یعنی چی است؟ خلاصیش براتون بگیم که مثلا ما در وقتی که دعا میکنیم، در وقت دعا در حالت عادی یا در وقت استغاثه که بسیار سر ما سختی آمده و بارگاه الله دست دعا را بلند میکنیم، چی میکنیم؟ یک چیزی که هست او را وسیله قرار میدیم که یا الله من ایمان خدا برای تو وسیله میکنم، من نامهای تو را برای تو وسیله میکنم،
صفاتت یا الله سبحانه و تعالی. یا الله تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو غفور هستی. اینی چیزها را که ما و شما مثلا نامهای الله را، صفات الله را، اعمال خدا، ایمان خدا، عاجزی خدا، اینی رو چی میگن؟ این رو به الله وسیله میکنیم تا الله سبحانه و تعالی بالای ما رحم بکنه و دعای ما را قبول بکنه. اینی توسلی که به الله میشه هم مشروع داره، هم غیر مشروع داره، هم توحیدی داره، هم شرکی داره، هم بدعتی داره. توسل مشروع که است، اول به ذات و صفات و نامهای الله هست. الله متعال میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه و تعالی نامهای نیک داره. شما وقتی که دعا میکنین با این نامهای الله دعا بکنین. در حدیث شریف میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شد، وقتی که نماز خدا ختم کرد و در وقت تشهد که التحیات میخوان، فقال اللهم اینی اسألک یا الله. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم توسل میکنه؟ اللهم اینی اسألک یا الله. یا الله در تشهد آدم میشن دست خدا بالا نمیکنه، بعد از اللهم بارک اللهم ربنا رو میخوان. این دعاها رو هم خوانده میتونیم. اللهم اینی اسألک یا الله. یا الله من تو را سؤال میکنم، از تو طلب میکنم یا الله، بانک الواحد الاحد الصمد، به ای که یا الله تو واحد و احد هستی، ذات یگانه هستی، الصمد ذات بینیاز هستی، الذی او ذات هستی که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان تغفر لی ذنوبی، یکی گناههای مرا ببخشی. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اللهم اینی اسألک یا الله بانک الواحد الاحد. بگو نامهای الله، صفات الله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم، که گناههای مرا ببخشی، یقینا که تو یا الله بسیار مغفرت کننده و مهربان هستی. ببخشین اینجا حدیث تو است اذا رجل قد قضى صلاته. ببخشین اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک شخص بوده. در حدیث اوت میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل المسجد، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل المسجد، داخل مسجد شد. اذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. ما اذا رجلش فراموش کردم. اذا رجل میگه یک شخصی که نماز خود ختم کرده بود و در تشهد در اتحیاتش بود، امی شخص دمو وقت امی دعا را امی صحابی خان. چی گفت؟ گفت اللهم اینی اسألک. این قول دعای صحابی هست. اللهم اینی اسألک یا الله بانک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي. اقسم دعا کرد که گناههای مرا ببخشی، انك انت الغفور الرحیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم امین توسل از زیر و دعای از این شخص، از این صحابی را شنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ قد غفر له ثلاثا. 3 مرتبه میگه رسول الله قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. یعنی بخشیده شد برش، بخشیده شد برش. اینی شد حدیث تقریری. ایره میگن که یک صحابی یک عمل میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را تایید میکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره تایید کرد. این چی شد؟ توسل شد بر نامها و صفات الله. در قرآن عظیم الشان و اذ قال ابراهیم رب، ببینید ابراهیم علیه السلام با صفت ربوبیت الله، با اسم یکی از اسماء حسنای الله که الرب هست،
ابراهیم علیه السلام دعا میکنه. چی میگه؟ و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. ابراهیم علیه السلام دعا میکنه برای بیت الله شریف و کسایی که در اینجا در این منطقه هستند که پسرش ابراهیم اسماعیل علیه السلام اینجا زندگی میکنن. در اینجا ابراهیم علیه السلام با کدام نام الله میگه؟ رب اجعل. رب، یا رب. ما و شما در قرآن بیشتر چل یا ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا ظلمنا انفسنا، رب اغفر لی، رب ارحمنی. در آیات، در احادیث کلش میبینید رب 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 به نام رب العالمین. چی میشه؟ توسل میشه و دعا میشه. پس چرا از نامهای الله سبحانه و تعالی توسل نمیکنیم؟ به خاطر از که بسیاری کسا به عوض از که الله برش رب العالمین معرفی شود، اشخاص زیاد برش معرفی میشه. پس در قلب از اون عظمت اشخاص هست. از این خاطر به مجسمه این شخص و یا به قبر از این شخص میره و او را. اما رب العالمین که تمام پیغمبران را دعاهایشان ببینی، یونس علیه السلام در بطن ماهی چی میگه؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آدم علیه السلام و بی حوا علیهم السلام، آدم و حوا علیهم السلام چی میگن اردویشان؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. اگر تو یا رب ما را مغفرت نکنی و ترحمنا و تو رحم نکنی لنکونن من الخاسرین، ما در جمله خاسرین و زیان کننده ها می باشیم. کل دعاها را ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. سوم، توسل با صفات الوهیت الله سبحانه و تعالی که الله معبود به حق هست که به او عبادت میشه. قل، الله متعال که حکم میکنه، قل بگو اللهم مالک الملک. تا این قسم الله حکم میکنه، این قسم توسل بگو. بگو که اللهم یا الله، اللهم یا الله مالک الملک، که تو مالک تمام ملک هستی، تمام عالم هستی را، دنیا و آخرت مالکش تو هستی. تؤتی الملک من تشاء، این ملک برای هر کسی که بخوای میتی. و تنزع الملک، و این ملک قدرت سلطه سیاسی را میگیری من تشاء، از هر کسی که بخوای. و تعز من تشاء، یا الله تو ذاتی هستی که هر کسی را بخوای عزت میدی. و تذل من تشاء، و هر کسی را که یا الله بخوای تو ذلیل میسازی. بیدک الخیر، و دست تو هست یا الله سبحانه و تعالی نیکی ها. اینک علی کل شیء قدیر، یقینا یا الله تو بر هر چیز بسیار قدرتمند هستی. پس اینجا الله حکم میکنه که از الله چه قسم بخوایم؟ چه قسم بخوایم؟ اگر عزت میخوایم از الله بخوایم، چرا؟ العزیز الله هست. اگر از ذلت نجات میخواهیم از الله بخوایم، چرا؟ عزت دهنده تعز من تشاء و تذل من تشاء که از الله هست. الله میگه همین قسم بگو، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر کسی که تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، بگو این قسم توسل بکن اللهم مالک الملک تؤتی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا الله. تمام نیکی ها به دست تو هست یا الله. انك على كل شيء قدیر، یا الله بر هر چیز تو قدرتمند است. یا الله تو بر ما عزت نصیب بکن. یا الله تو ما را از ذلت و خواری دور بساز. یا الله تو ما را همین قسم که ملک میدی، خلافت نصیب میکنی. خلافت با آدم علیه السلام دادی، خلافت با
داوود علیه السلام دادی، به بنی اسرائیل دادی، از بنی اسرائیل انتقالش دادی به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا الله این نصیب ما هم بگردان. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. و این قدرت و سلطه بی ایمان ها و بی دیناره یا الله تو از اینا بگی، به خاطر ازی که تو هستی که تنزع الملک ممن تشاء. عزت، ذلت، کلش برسه تو هستی یا الله. تو ذات با قدرت هستی. امام مسلم روایت میکنه عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی سجوده، در سجده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اللهم اغفر لی ذنبی کله. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ اللهم اللهم یا الله. این میم در آخر اللهم که منه این علما میگن که به عوض یا در اولش آورده شده، اصلش چی است؟ یا الله هست. اللهم توسل میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم با چی؟ با الله، با نام الله، با صفات الله. اللهم یا الله اغفر لی، مرا مغفرت بکن، ذنبی گناه های من را، کله تمامی، دقه و جله، گناه های بسیار کوچک و گناه های بزرگ را، و اوله، گناه های اولی را قبلا که تیر شده، و آخره و گناه های آخری که کردیم، و علانیته و سره، و گناه هایی که آشکارا کردیم و مخفی کردیم. بر ما و شما یک درس است، چون از پیش ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر معصوم هست. او پیغمبر معصوم وقتی که از الله میخواه، ما و شما که غیر معصوم هستیم و مبتلا به گناه هستیم باید ایره همیشه بخوانیم، در سجده خود بگیم که اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره. یا الله گناه های مرا ببخش، گناه های کوچک ما، گناه های کبیری ما، گناه های قبلی ما، گناه های بعدی ما، گناه هایی که آشکارا کردیم، گناه هایی که در حالت سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون در حالت سجده انسان به الله نزدیک می بشه. چهارم توسل به نام ها و صفات الله، یعنی در احادیث آمده که با نام ها و صفات الله چی میشه؟ توسل میشه. امام مسلم رحمه الله میگه، امام مسلم رحمه الله روایت میکنه از عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه، میگه سألت عایشه ام المؤمنین، میگه از مادر ما ببین عایشه مادر مؤمنا رضی الله عنها، میگه من سوال کردم که به ای شیء کان نبی الله یفتتح صلاته، چی زن با شخصیت و با ایمانی که در سحری بیدار است و متوجه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم نماز خدا افتتاح میکنه تا خودش بخونه و به دین و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقال بده. مادر ما و شما چه خدمت بزرگی در اسلام کرده است. وقتی از پیش پرسان میشه که یا ای شیء کان نبی الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته اذا قام من اللیل، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سحری به نماز تهجد برمیخواستند با کدام چیز افتتاح میکرد؟ در روز خود مثلا سبحانك اللهم و بحمدک را میخواند، یا اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. این میخواند. شب رسول الله صلی الله علیه و سلم به عوض سبحانك اللهم و به عوض دعای دیگه کدام افتتاحی نماز دیگه چیز داشت؟ قالت، میگه ام المؤمنین رضی الله عنها میگه که کان اذا قام من اللیل افتتح صلاته، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاست وقتی که بر تهجد برمیخواست آغاز میکرد نماز خدا، یعنی چی میگفت؟ وقتی که تکبیر تحریمه میگفت الله اکبر، آغاز میگفت اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سحری میخیزه توسل میکنه به الله. با چی توسل میکنه؟ با صفت ربوبیت الله متعال. میگه اللهم، یا الله، یا ذاتی که تو رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هستی. جبرائیل بسیار مخلوق بزرگ است، اسرافیل و میکائیل مخلوقای بسیار بزرگ است. تو رب از اینا هستی، خلق کننده از اینا هستی. تمام اینا را تو خلق کردی، رب از اینا هستی. فاطر السماوات والارض، خلق کننده آسمان ها و زمین هستی یا الله. عالم الغیب و الشهاده، یا الله تو عالم غیب و آشکار هستی. ببین کلش صفات الله هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز خود اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت تحكم بین عبادك فيما هم فيه يختلفون. یا الله تو ذاتی هستی که حکم میکنی در بین بنده های در آن چیزی که اونا اختلاف میکنن، تو حکم میکنی در بینشان. اهدینی یا الله، سکال رسول الله طلب میکنه اهدینی مرا هدایت بده لما اختلف فيه من الحق، در اون مسائلی که مردم در او اختلاف کردن مرا هدایت بکو به اون راهی که حق است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله میخواد به اذنک، به اجازت، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یا الله تو ذاتی هستی که هدایت میکنی هر کس را که خواسته باشی به راه راست. این توسل چه شد؟ با ذات، صفات، افعال و نامهای الله سبحانه و تعالی دعا میکنی که یا الله تو ذات یگانه هستی، واحد احد فرد الصمد هستی. با نامهای الله که یا الله، یا رب، یا غفور، یا قدیر، یا رحیم. متوجه هستین؟ قسم دوم توسل با اعمال صالحه شخص دعا کننده. یعنی انسان اعمال صالحه خود به الله پیش میکنه. اعمال صالح انسان چی هست؟ اول ایمان انسان هست. انسان از خود سکنن با ذات، صفات، افعال و نامهای الله شد، صحیح شد از الله. عالمه با چی؟ با ایمان خود، با اعمال صالحه خود، با عاجزی و بیچارگی خود با الله چی میکنی؟ توسل میکنی از خود با ایمان خود. چه قسم؟ اللهم اینی آمنت بک و برسولک فاغفر لی و وفقنی. دعا میکنی چی میگی؟ میگی که اللهم یا الله ما ایمان آوردم به تو و به رسولت، ایمان آوردم، پس مرا مغفرت بکو و مرا توفیق بده. در قرآن عظیم شان الله متعال چی میگه؟ که انسان مسلمان چه قسم دعا بکنه؟ ربنا آمنا بما انزلت. یا الله ما ایمان آوردیم. چه که ایمان خدا میگه چی کنه؟ ربنا اول صفات الله، نام الله رب گفته شد. ای رب ما آمنا بما انزلت، ما ایمان آوردیم با آنچه که نازل کردی. چه که ایمان خدا با قرآن ایمان دارم. و تبعنا الرسول و متابعت از رسولت کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را در جمله شاهدان بنویس. ربنا دیگه چی؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یا الله یک منادی پیغمبر صدا میکرد که بر ایمان، ان آمنوا بربکم که به ربتان ایمان بیارین. فآمنا، یا الله ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. یا الله ببخش گناههای ما را و امو زشتی های ما را، غلطی های ما را، اشتباهات ما را کفاره بکن و توفنا مع الابرار. پس اینجا با چه شد؟ ربنا، رب، و باز بعد از چه شد؟ به ایمان. سمعنا، ما شنیدیم که کسی میگه به ایمان بریم، ما ایمان آوردیم. یا الله امی ایمان خدا چی میکنیم؟ وسیله قرار میتونیم که ما را چی بکن؟ فاغفر لنا ذنوبنا، گناههای ما را ببخش، و کفر عنا سیئاتنا، خطاهای ما را
کفاره بکن و توفنا مع الابرار. اینجا با چی شد؟ با ایمان. انه کان فریق من عبادی، الله میگه یک تعداد از بنده های ما بودن یقولون میگن ربنا آمنا فاغفر لنا. این توسل ربنا ما ایمان آوردیم پس ما را مغفرت بکن. پس چی وسیله ما شد؟ ایمان خود انسان. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. خب دیگه توسل با اعمال نیک و اجتناب از گناه های شخص، با اعمال نیک خود انسان. مثلا یک نفر یک کار ایمان عمل نیک انجام داده و یا به یک گناه میتونست که گناه را بکنه، از او گناه خودداری کرده و حالا میفهمه که من امی عمل نیک به خاطر رضایت الله کردیم و اینی از این گناه خود به خاطر رضایت الله این گناه را ترک کردیم و این گناه را نکردیم. حالا در سختی چی میکنه؟ امی اعمال نیک خود برای الله وسیله قرار میده. این توسل میگن، توسل با اعمال خویش. و اما حدیث چیز قبلا هم در ما شما خواندیم که 3 نفر وقتی که در غار میرن عرصهشان بند میمان در بین یک غار کو سنگ میفتن و بالاخره عرصهشان اعمال خود به الله پیش میکنن که یا الله من اینی عمل کردم، و دیگهش میگه یا الله من این عمل کردم، یا الله من این عمل کردم، اگر این عمل ما قبول شده باشه تو برای ما امی سنگ دور بساز، برای ما را آسان بساز. و همینجا است که الله متعال امو سنگ از امودان او سوراخ دور میکنه و اینا نجات پیدا میکنه. پس این حدیثه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه چی است؟ یعنی توسل است با اعمال خود انسان. نوع سوم، اول توسل با چی بود؟ توسل با نامها و صفات، اسما و صفات و افعال الله سبحانه و تعالی درباره خود انسان، با ایمان انسان و اعمال انسان. سوم چی است؟ با عاجزی خود انسان. خود انسان گاهی ایمان خود به الله وسیله قرار میده، گاهی اعمال صالحی خود به الله پیش میکنه که الله سرش رحم بکنه، و گاهی هم چی میکنه؟ گاهی هم عاجزی و بیچارگی خود به الله پیش میکنه. چی دلیل داریم؟ یعنی وقتی ما از دین گپ میزنیم باید برای هر کدامش آیت و حدیث داشته باشیم. حالا کسی شما میگه که عاجزی خود به الله پیش کنیم، بله. چی دلیل است؟ نه، دلیل در قرآن عظیم الشان هست. کی کار کرده؟ میگیم که زکریا علیه السلام کرده و الله سبحانه و تعالی در قرآن بر ما نقل کرده. قال، گفت زکریا علیه السلام ربی، ای پروردگارم، اول نام الله را گرفت، رب، ای رب من، انی وهن العظم منی، یا الله استخوانای ما پوسیده شدن، پیر شدیم، بسیار ضعیف شدیم، سنم از 60 تجاوز کردن. وهن العظم منی، استخوانای ما پوسیده شدن. و اشتعل الرأس شیبی، موهای سرم کلش چی شده؟ سفید شده، سفید شدیم. ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا الله به دعای تو، به احکام تو شقی نبودم. یعنی هیچ وقت ناامید نشدیم از بارگاه تو. اینال چی میگه؟ و اینی خفت الموالی من ورایی و کانت امراتی عاقرا. در پشت سر خود مثلا کسایی که بعد از من میباشن، از دوستای خود، یعنی بچهای کاکا و قومایم که از اینا در حذر هستم که اینا باز اون وظیفی که من انجام میدم، اون هدفی که من دارم او رو به سر نرسانن. و در پالوی ازی که من عاجز هستم، همسر من هم عاقر است، در جوانی ها فرزند به دنیا نمی آورد. حال چی میخواه زکریا علیه السلام؟ عاجزی و بیچارگی، صفت ربوبیت الله را پیش کرد. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اعمال خود بیان کرد. باز آمد عاجزی خود بیان کرد، هر سه چیز ذکر کرد. اسم و صفت الله را ذکر کرد، رب. باز آمد ولم اکن بدعائک شقیا، اعمال خود هم پیش کرد. و بالاخره من عاجزی خود هم بیان میکنه که چی هستم؟ استخوانایم پوسیده شده و سرم ریشم کلش سفید شده و خانمم هم نازا هست. پس یا الله فهب لی من لدنک ولیت، وهاب هستی،
تو وهاب هستیم. روز یک مسلمان بگه تو وهابی هستی قار میشه. ابراهیم علیه السلام یا الله یکی از اسماء و صفات تو الوهاب است، تو وهاب هستی. فهب لی من لدنک وصیه. پس حب وهاب یعنی کسی که تحفه میده. فهب لی پس بر من تحفه بده من لدنک از بارگاه خودت ولی یعنی یک فرزند که یریثنی و یریث من آل یعقوب و اجعله ربی رضیه، که وارث ما و وارث فرزندان یعقوب باشه و یا الله تو را از پسندیده ها بگردن. پس اینجا یک قسم. نوع چهارم توسل با دعای برادر مؤمنش. حالا مثلا یک توسل با ایمان خود کردی، با اسماء و صفات الله کردی. توسل با چی کردیم؟ توسل با ایمان و اعمال صالحی خود کردید. باز چی توسل کردی؟ با عاجزی و بیچارگی خود توسل بکن. باز مثلا توسل با چی میشه؟ با دعای یک برادر مؤمنت، مثلا یک خواهر مؤمنت است، برادر مؤمنت است، برش میگه که خواهر جان برای من دعا بکن، برادر عزیز برای من دعا بکن. برای ازی چی میکنی؟ از این طلب دعا میکنی. مثلا یک شخص داخل میشه در مسجد و نبی صلی الله علیه و سلم در خطبه است، فسأله الدعاء بالغیث تکرر کثیرا. میگه این شخص رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و دعا بگو که باران شود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برادر مؤمن است، از این طلب میکنن که چی شود؟ که دعا برای چی بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثالش براتون ذکر میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که 70,000 نفر بدون حساب و عذاب داخل جنت میشن. یک صحابی عکاشه رضی الله تعالی عنه نام داره و این میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا بکو که در جمله ما هم باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا میکنه. یک نابینا هست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا بکو. پس وقتی که پیغمبر زنده هست، این احادیث آمده هست که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود، با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم این نابینا میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من دعا الله ان یعافینی، که مرا الله از این نابینایی خلاص بکنم. و اینمی قسم دعاهای دیگه هم هست. مثلا عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت میکنه، در وقت خلافت عمر رضی الله تعالی عنه قحطی میشن، آل رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرده، صحابه میفهمن. عالمین چی میگن؟ از عباس رضی الله تعالی عنه تقاضا میگه که عباس رضی الله تعالی عنه تو دعا بکن ما آمین بگویم، چون عباس زنده هست. عباس زنده هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کردن. ببین اینا به قبر پیغمبر نرفتن، آل قحطی شد، میخواین که باران شود. برای عباس رضی الله تعالی عنه گفتن که ای عباس تو دعا بکن. و در اینجا عمر رضی الله تعالی عنه گفت اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. یا الله ما قبلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما بود، ما توسل میکردیم با پیغمبر میگفتیم برای ما دعا بکن رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز تو برای ما آب میدادی. و انا نتوسل الیک بعم نبینا. امروز توسل میکنیم با کاکای پیغمبر، این برای ما دعا میکنه، ما آمین میگیم. فسقنا فیسقون، باز اینجا باران میشه. پس این کلش دلایل است که توسل چی میشن؟ توسل میشه با شخص رسول. توسل با اشخاص نیک دیگه، مثلا توسل میکنی به اشخاص دیگه که او توسل چی هستن؟ به اشخاص دیگه، مثلا مادرت میگی، پدرت میگی، یک عالم میگی. و حتی ضرور نیست که این شخص رو بیش از شما کده بلندتر باشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چی گفت؟ برای عمر رضی الله تعالی عنه گفت که عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که عمره میره گفت که یا ادعو لنا یا اخی، ای برادرم برای ما هم دعا بکن. پس رتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند بود و این قسم چی میشد؟ توسل به دعا میشد. خب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم توسل بکنیم؟ اول توسل به اطاعت. بعد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و در زندگیش دعا میکرد، حالا که ما و شما هستیم چه قسم توسل میکنیم؟
توسل به اطاعت و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، توسل با محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه و توسل با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا و شفاعتش در آخرت. این 3 قسم توسل از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ان شاء الله باز در درس بعدی سرش بحث میکنیم، یک ذره طویل‌تر است.